ما چی کنیم؟ مصحف چی میگوید؟ تو چونش میفهمی؟ دوستدار خدا باش، از دل و جان با همان نیروی جسم و هوش خود و نزدیکی خود را چون خیشتن دوست دار. تو راست میگویی، آن بکن و زنده مانی. نزدیک من کیست؟ البته نه آن سربازان. قیصر کیست؟ مرد از اورشلیم یاریهو میرفت که راهزنان زده ابگارش کردند، لباسش بگرفتند، نیمه جان سر راه ماندند. راهب از آن راه میگذشت، او را بدید ولی باز نایستاد. از همان راه لیویت از کنیشت می آمد و افتاده نگاه افکند و به راه خود برفت. تنها یک سمری نزد آن مجروح آمد، دلش به حال او بسوخت. سمری به زخمهای او مرهم گذاشت، به خر خود سوار کرد و به رباطش آورد. شب تا صبح بیماربانی نمود و گاه رفتن به صاحب رباط 2 دینار داد و فرمودش تا مجروح را نگاه بین کند. گفتش که چو برگشتم هر چی صرف کرده ای باز دهمت. کدام از این سه با آن مرد که رنج از یک ماگران کشیده بود نزدیک است؟ آن کی مهربانی کرد؟ شما هم همچنان کنید.